قدرمن دوستانو د خپرونې په دې برخه کې بیا هم زموږ سره ښکلي ماشومان دي چې دوی موږ ته خپل مضامین چمتو کړي دي، راوړي دي، لکه ترانې د قرآن کریم تلاوت، همدارنګه ځینې شعرونه به راته وایي، مقالې هم راوړي دي. موږ د پنجشنبې په ورځ د تل په څېر دوستانو په خپرونه کې ماشومان میلمانه کوو چې دوی اصلا د موږ هدف د دې خپرونې د ماشومان د میلمانه کولو څخه دا دی چې ماشومان تشویق شي او په راتلونکي دوی لوی لوی کارونه ترسره کړي. خپرونو ته راغوښتل، غونډو ته بلل او په ځانګړې توګه مسجدونو ته بول د ماشومانو جرأت لا پسې ډېروي او دوی تشویقیږي چې لا پسې نور درسونه او په خپلو چارو کې بریالي واوسیږي. نن را سره درې ګلاني ماشومان میلمانه دي، ښاغلی محمد شهیر جان، عمر جان او عبدالله جان چې د درې واړه ته ښه راغلاست و سینما شویم. خوش آمدید به برنامه، خوش باشید. تشکر. خودت معرفی کو شهیر جان بر ما. اسم اول یک سلام تقدیم شما، تقدیم بینندگان استان و تقدیم همکاران استان. اسمم محمد شهیر است، متعلم صنف هفتم هستم، یکی از مکتب های خصوصی شهر کابل. ماشاءالله، بسیار عالی. عمر جان خودت معرفی کن. اسمم من فرزند محمد علی، صنف پنجم هستم. سلام بردار. بسیار عالی، ماشاءالله، بسیار عالی. عبدالله جان خودت معرفی کن. به نام آن که هستی از عدم کرد، به نام آن که هستی از عدم کرد، زلال علم جاری از قلم کرد، به نور خود چراغ دانش افروخت، به انسان شیوه دانایی آموخت. سلام و درود نثار شما کمال صاحب و بینندگان که همکنون ما را از پس روزنه زیبای تلویزیون ملی بیننده هستند. عبدالله رنجبر هستم، متعلم صنف ششم در یکی از مکاتب خصوصی و فعلا هم در برنامه شما مهمان. ماشاءالله، بسیار عالی، بسیار عالی عبدالله جان، بسیار عالی. د خپرونې په دې برخه کې به دوستانو موږ ته شهیر جان د قرآن کریم ښکلی تلاوت وکړي. شهیر جان میشه که چند آیت قرآن کریم بر ما تلاوت کنی؟ بله. تشکر، مهربانی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فحلمها فجورها وتقواها صدق الله العلي العظيم. جزاک الله، ماشاءالله، بسیار عالی، بسیار عالی، بسیار خوب تلاوت کردی. تشکر میکنم از شما محمد شهیر جان. عمر جان شما هم تلاوت بر ما میکنی؟ مهربانی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى
ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العلي العظیم. ماشاءالله، جزاک الله. بسیار عالی، بسیار زیبا تلاوت کردی عمر جان. عبدالله جان، خودت بر ما معرفی میکنی یا بر ما شعر میگی؟ شیر میخوام. مهربانی. گر تمام عمر گشتم واژه‌ای دیگر نبود، مهربان بسیار دیدم هیچ کس مادر نبود. حرمت هر کس جدا و حرمت مادر جداست، مادر من خالق روی زمین بعد از خداست. ماشاءالله، ماشاءالله، بسیار زیبا. شعر جان دیگه چی آوردی بر ما؟ یک نعت شریف. نعت شریف میگی بله. مهربانی. ناوردی پیش خودت؟ آوردیم، ببخشیم ورقش. خب وقتی که نعت شریف شما آماده میشه عمر جان بر ما میگه. عمر جان چی آوردی بر ما دیگه؟ نعت شریف بر ما میگی، تلاوت خود کردی، دیگه چی آوردی بر ما؟ من یک مقاله درباره پدر و مادر بر شما درباره می‌روم. پدر و مادر مقاله بر ما میگی. مهربانی بگو. بسم الله الرحمن الرحیم. پدر و مادر. پدر و مادر دو گل است که در بهار عمر هر انسان یک بار می شکفند. پدر و مادر دو گوهر است که از دریای گوهربار نعمتهای الهی یک بار به دست می آید. پدر و مادر دو نعمت است که به سبب آنها به این بزرگی و کمال انسانی رسیده. پدر و مادر ما را تربیت نموده. پدر و مادر ما را سخن یاد داده است. پدر و مادر تا این وقت تمام مشکلات ما را به دنیای شفقت و مهربانی بر عهده گرفته است و این بار سنگین را متحمل گردیده. پدر و مادر ما را در دامان مملو از شفقت مهربانی و عاطفه ما را پرورش کرده است. مادری که به خاطر آرامش ما شبها نخوابید و تا صبح بیدار ماند، پس ما باید قدر این دو ارزش والا مقام را بدانیم و خدمت این دو انسان بزرگ را با دل و جان انجام دهیم و به طرف آنها تند نگاه نکنیم و به امر و صدای آنان فورا لبیک بگوییم و هر چیز در توان داریم انجام دهیم. ماشاءالله، ماشاءالله، بسیار زیبا خواند عمر جان. بسیار یک مطلب عالی و بسیار یک مطلب خوب. تشکر میکنم عمر جان. خب محمد شهیر بخیر، نعت شریف شما آماده است. بله. مهربانی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. بسم الله الرحمن الرحیم. نعت شریف. یا رسول الله ما قربانت شوم، یا رسول الله ما قربانت شوم، صدقه اصحاب و یارانت شوم، صدقه اصحاب و یارانت شوم. یا رسول الله سلیمان گفته بود، یا رسول الله سلیمان گفته بود، کاشو از خیلی غلامانت شوم، کاشو از خیلی غلامانت شوم. یا رسول الله ما قربانت شوم، یا رسول الله ما قربانت شوم. یا رسول الله تو را یوسف چی گفت، یا رسول الله تو را یوسف چی گفت،
صدقه چای نخدانت شوم صدقه چای نخدانت شوم یا رسول الله ما قربانت شوم یا رسول الله ما قربانت شوم یا رسول الله تو را جبریل چی گفت یا رسول الله تو را جبریل چی گفت بنده سرخط فرمانت شوم بنده سرخط فرمانت شوم یا رسول الله ما قربانت شوم یا رسول الله ما قربانت شوم یا رسول الله با سوی ما ببین یا رسول الله با سوی ما ببین تا بالا گردان چشمانت شوم تا بالا گردان چشمانت شوم یا رسول الله ما قربانت شوم یا رسول الله ما قربانت شوم یا رسول الله چی گفت ویسی قرن یا رسول الله چی گفت ویسی قرن صدقه آن خون دندانت شوم صدقه آن خون دندانت شوم یا رسول الله ما قربانت شوم یا رسول الله ما قربانت شوم یا رسول الله با ابوبکر و عمر یا رسول الله با ابوبکر و عمر خاک پای خواجه عثمانت شوم خاک پای خواجه عثمانت شوم یا رسول الله ما قربانت شوم یا رسول الله ما قربانت شوم یا رسول الله با وایس کن نظر یا رسول الله با وایس کن نظر تا ابد ممنون احسانت شوم تا ابد ممنون احسانت شوم یا رسول الله ما قربانت شوم یا رسول الله ما قربانت شوم. ماشاءالله ماشاءالله بسیار عالی محمد شهیر جان بسیار عالی در شریف خواندی تشکر میکنم از شما. عبدالله جان خودت ترانه داری بر ما چی میخونی بر من معرفی میکنم خدا به پشتو با پشتو خود معرفی میکنی معرفی کن بسیار عالی. زما نوم عبدالله ز پلار نوم عبدالواسع ز شپږم ټولګي کې درس وایم اصلي د پروان یم خو ډېر کلونه چې په کابل کې اوسېږم مورنۍ ژبه مې دري ده خو پښتو خبرې کولی شم ماشاءالله. PMO کې خټکی او هندوانه مې خوښېږي په مضمون کې دري او پښتو مې خوښېږي. ماشاءالله بسیار عالی بسیار عالی. په میوه کې د خټکی او هندوانه خوښېږي ډېر عالی ډېر په زړه پورې. ښه قدرمن دوستانو د دوی ځوانان چې دي ورزشکاران هم دي او اینجا بر ما چند تا تقدیرنامه است از شهیر جان. شهیر جان بر ما بگو که در کدام رشته ورزش میکنی و این تقدیرنامه در کجا گرفتی؟ ما در رشته بوکس کار میکنم. ماشاءالله. این تقدیرنامه اول که از در المپیک زون 4 گرفتم که در دوم شدم. خب چند سال میشه که بوکس میکنی؟ از ما تقریبا 2 سال میشه. چرا بوکس انتخاب کردی؟ بوکس اول خود سپورت کس به همه ما فایده داره. دیگه بوکس یک رشته که من خوش داشتم بوکس. ماشاءالله. الگویت کی است؟ کی را خوش داری که در ورزش بوکس؟ از ما برادر عزیزم که است ترینر کلاب است. ماشاءالله. و همه ما برادر ما خوش دارم. کسایی که ورزش میکنه بوکس میکنه میره خوش داره. خوش دارم. خب گفتی که این تقدیرنامه در تربیت بدنی گرفتی. بله. در مسابقه دوم شدی. بله. خب این تقدیرنامه کجا گرفتی؟ این تقدیرنامه در خود کلاب ما یام از چی بود؟ تربیت بدنی و اسپورت فدراسیون ملی بوکسینگ. خب یک دیگر تقدیرنامه هم پیش ماست. در کدام جای مسابقه کردی و چندم شدی و این تقدیرنامه بر نه اول شدم جام بوکسینگ شاهان کلاب جوانان بود. دی اول شدم. خب
و یکی آخری نمی هم است. این بخیم در این روزا گرفتی؟ نه خیر، این از یک 4 ماه 5 ماه پیش 4 ماه بوده 5 یا ماه پیش گرفتی. بله. خب یک سال چند پیش. مسابقه تاله کردی؟ در تا این 2 سال؟ در این 2 سال اینیم تقدیر نامه یعنی 4 5 مسابقه کردی؟ چهار، در این بله. 4 5 مسابقه برنده شدی شما. بله ماشاءالله. مدالار هم گرفتی. مدالار هم از همین مسابقه است. بله استاد نمیشن. خب بسیار عالی. خب وقتی که شما که ورزش میکنید در کدام تایم ورزش میری، کدام تایم درس میخونی، تو خونه شو که ورزش میکنی و از درس میمانی؟ بله درس خو میخونی؟ بله درس میخوانم. خب ورزش در روزای کدام روزا ورزش میری؟ ورزش یا هر روز میری؟ هر روز میریم، یک روزای پنجشنبه نیست درسم هم در پالوش میخوانم. خب درس هم میخونی. بله. در صنف هفتی است. چند نمره هستی در صنف؟ در صنف 7 اول. ماشاءالله. خب کدام مضمون بسیار دوست داری در مکتبتان؟ مضمون دری را و انگلیسی را زیاد دری و خوندم. انگلیسی را زیاد دوست بله. داری. خب بسیار عالی. خب در پاله محمد شهیر جان عبدالله جان هم تقدیرنامه گرفت. عبدالله جان بر ما بگو امی تقدیرنامه بر ما بده. خب تشکر میکنم. ماشاءالله. اول درباره این مدال بر ما بگو که مدال از کجا گرفتی و این مدال از چی است؟ این از فوتبال از اولین مسابقه فاینال ما را گرفتم. ماشاءالله. فوتبال هم میکنی؟ بله. چقدر وقت میشه که شما فوتبال میکنی؟ یک 2 سال میشه. 2 سال میشه. خب این مسابقه در کجا دایر شده؟ کی اشتراک کرده بوده این مسابقه؟ در این مسابقه رئیس مکتب ما اشتراک کرده بود. در سطح مکتب مسابقه سطح گرفتی؟ مکتب، بله. خب و شما دوم شدی اول؟ نه، 4م. 4م شدی؟ بله. خب ماشاءالله بسیار عالی. و اینجا تقدیرنامه تانم است. درباره تقدیرنامه بر ما بگی از کجا گرفتی و چرا این گرفتی؟ از مکتب گرفتم، اول نمره شده بود. ماشاءالله. در در صنف امتحان چند اول کردیم. نمره شدی؟ صنف 6م. صنف 6. بله. اول نمره شدی، باز امی تقدیرنامه مکتب برتان داده. بله. بسیار عالی. بسیار عالی. خب اینجا دیگه تقدیرنامه است. درباره اینام بر ما بگو. این را در فوتبال گرفتیم، کاپیتان تیم انتخاب شدم. کاپیتان تیم انتخاب شدی و این تقدیرنامه هم باز مکتب برتان داده. ماشاءالله. بسیار عالی. فوتبال دوست داری؟ بله. باز در فوتبال کدام بخش دوست داری؟ مثال گلکیفری یا دیگه چیز دوست من داری؟ خودم در حمله هستم. خب بسیار عالی. دیگه تقدیرنامه هم پیش ما است. این را از کورس خالد بن ولید گرفته. این کورس چی را میخوانی شما؟ این کورس انگلیسی بود. در انگلیسی ما اول شدی؟ بله. خب امتحان دادیم. امتحان دادی؟ در آره، امتحان امتحان. باز خوب نمره را گرفتی، باز تقدیرنامه برتان بله. داده. خب انگلیسی چقدر میفهمی؟ انگلیسی دیگه خودم معرفی کردم میتونم. میشه که خودت معرفی کنی به انگلیسی؟ بله. مهربانی. My name is Abdullah. My father name is Abdul Wasi. I am a student. I am 6 classes. I am Hanafi. I am Afghan. I am Muslim. ماشاءالله ماشاءالله. بسیار عالی بسیار عالی. یکی دیگه تقدیرنامه به خیالم برتون مکتبتان داده درباره اینام بر ما بگوی. این را در صنف اول گرفتیم. ماشاءالله. در صنف اول هم اول نمره شده بودی؟ بله. ماشاءالله. اینجا بسیار خورد است. بسیار عالی. عبدالله جان بسیار یک جوان با استعداد است. ماشاءالله بسیار عالی. خب پیامتان هم بر ما بگو. پیامتان چی است؟ به همسنفیایتان به همسنایتان چی میگی برش؟ پیام ما این است که درس بخوانند تا جامعه خوب داشته باشیم، دیگه کارهای خراب نکنن، کسی جنگ نکنن، باید یک انسان خوب باشه. ماشاءالله بسیار عالی. خودت پیام بگو بر ما عمر جان. چی میگی پیامتان بندی به همسنفیایتان به همسنایتان بندی والایتان چی میگی؟ من به همسنم که درس بخوانه؟ درس بخوانم و کوشش کنم که تا یک جای برسم. ماشاءالله بسیار عالی بسیار عالی. خودت پیامتان چی است؟ پیام ما به همسنایم به دوستای می است که باید عمر خدا در ندن، باید درس بخوانن، کوشش کنن تا به یک جای برسن. ماشاءالله. بسیار زیاد تشکر میکنیم از عبدالله جان، عمر جان و محمد شهیر جان که امروز همراه ما در برنامه اشتراک کردی. از شما تشکر میکنم. خیر باشی.